سلام دوستان، روز بخیر. امیدوارم که حالا همگی خوب باشه. یه صحبتی که حالا من داشتم این اواخر، حالا با چند تا از دوستان داشتیم صحبت میکردیم راجع به بحث تأثیر مدرک تحصیلی روی زندگی اشخاص و اینا. حالا یه سری صحبت رو پیش اومد، گفتم که حالا بذارم شاید بد نباشه. داشتیم صحبت میکردیم، میگفتن که مدرک تحصیلی خیلی میتونه تو بحث کاری، پیدا کردن کار و خلاصه زندگی شغلی افراد تاثیر داشته باشه. حالا ما خودمون شخصا نظرمون این بود که آره، واقعا میتونه مدرک تحصیلی تاثیر داشته باشه، ولی بیشتر از اون مهارت افراده که میتونه روی زندگی شغلیشون تاثیر داشته باشه. این که مثلا هر روز یادگیری داشته باشن، یاد بگیرن. مدرک تحصیلی شما باید یه چیزی رو یاد بگیرین، یه امتحانی رو بدین و بعد اون مدرک رو بگیرین و به هر حال اون یه اعتباریه، اون مدرک تحصیلی که میتونه تو پیدا کردن شغل و اینا کمک کنه. ولی در حال حاضر شرکت‌های خصوصی و کلا بیزینس الان بیشتر به مهارت افراد نگاه میکنن، مخصوصاً کامپیوتر و برنامه نویسی و اینا. بیشتر به این نگاه میکنن که شما چه قابلیتی دارین که به اونا میتونه کمک کنه. برای همین میگم که جدایی از مدرک تحصیلی، حالا بعضیا قبول دارن مدرک تحصیلی و بعضیا ندارن، کاری به اون نداریم. ولی خب مدرک تحصیلی داشتنش مزیت، پوشیدم نیست بر کسی. ولی مسئله اصلی که هست اینه که مهارت هایی رو باید یاد بگیریم که بعضی شرایط تو دانشگاه تدریس نمیشه، مثل نتورکینگ، به اصطلاح ارتباط گیری با دیگران، یا مثلا به هر حال چیزای دیگه. بحث یادگیری خارج از دانشگاه است. من الان چند تا کتاب هرچی میخونم و توی همین کانال معرفی میکنم که هر کس خواست حتما بخونه، یاد بگیره، بلد باشه، یه رفرنسی داشته باشه. الان هم حالا داریم کتاب حالا اینو میخونیم، شروع کردیم. ولی خب منظور اینه که کانال یوتیوب، هر جایی که هست، بحث یادگیریه. بحث اینه که آدم یه چیزی رو یاد بگیره، یه مهارتی رو یاد بگیره، جدایی از اون حالا مبحثایی که توی دانشگاه تدریس میشه. خود فرد باید همیشه هر روز باید خودآموز باشه، باید یاد بگیره و مهارتاشو ارتقا بده. امیدوارم که همگی چه در زندگی عادی چه در زندگی شغلی موفق